خود را در روحیه حفظ و گرامی‌داشت ارزش‌های ملی و تندرستی، احترام به پدر و مادر و مغز و بوم اجدادی‌اش را تربیه نمایند، هرگز آن فرزند فرشته دام گروه‌های افراطیان نخواهد شد. گذشته از این روز فهمانیدن هدف و نقشه‌های شوم گروه‌های افراطی و فرزندان و نسل و نورث جوان و وظیفه مقدس هر یک ما به حساب می‌رود. اگر با نسل جوان را از خطر و پیامدهای فعالیت گروه‌های افراطی آگاه نسازیم، این به معنای بی‌پروایی ما در نسبت تقدیر من بعده آنها خواهد بود. خداوند ما و شما را در تربیه و کمال رساندن فرزندانی با علم و دانش و تندرست و خودآگاه و برای جامعه منفعت‌دار موفق نماید. خداوند و ما و شما که امروز در یک سرزمین صلح و ثبات و این نعمت‌های بزرگ قرار داریم، خداوند نصیب‌روزی گردانده است. همه اینها شکر می‌طلبد و شکری امن و امنیت و ثبات می‌کنیم که خداوند عزوجل ما و شما را در این نعمت الهی قرار می‌دهد. البته امروز که موضوع این روزه که دشمنی به دولت و ملت خود گناه کبیره است که قرائت کردیم گفتیم و چنانکه خداوند عزوجل هم در قرآن عظیم الشأن و ما و شما میگوید که پس مرا یاد کنید من شما را یاد و ما را شکر کنید و ناشکری نکنید، کفر نعمت نکنید. الحمدلله که خداوند عزوجل به ما و شما این نعمتی امن و ثبات را نصیب‌روزی کرده است. حالا در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید که اگر انسان سه نعمت بزرگ هست داشته باشد، گویا که خداوند دنیا را براش داده است. سه نعمت چی هست؟ یکم این نعمت صحت و سلامتی انسان وقتی که از جای خواب سحر صبح صادق از جا میخیزد و در خانه او تنجی هست، آرامی هست و در کشور او آرامی هست، این گویا که خداوند دنیا را برای این بنده است. دوم نعمت صحت و سلامتی بدن، معافا فی بدنی، پیغمبر میگوید که سلامتی در بدن او باشد. و سیوم و عنده قوت یومی، خوراک همین روزش در خانه اش باشد. حالا کم بغل‌ترین ما و شما یک ماه خوراک کنید که این روز الحمدلله ما و شما شکر میکنیم که همه ما و شما در این نعمت الهی سزاوار هستیم. هر انسانی که در خانه‌اش، در کشورش امن و امانی است و سالمی در بدن، در جسم او هست و شکم سیر هست، یعنی همون روزه طعام و عشا دارد، گویا که خداوند دنیا را برای داده است. پیغمبر خداوند عزوجل همه ما شما را نگهبان باشد